میکروفون رو وصل کنیم و شروع کنیم. سلام، حالا احوال چطورین؟ خب من اومدم یه ویدیوی متفاوت از ویدیوهای قبلی، شاید خیلی متفاوت، چون ویدیوهای قبلی یادتون باشه من یا فرشاد ویدیوهای تمرینی میذاشتیم، نمیدونم موضوعات علمی ورزشی رو میومدیم توضیح میدادیم. این اولین ویدیوییه که حالت آشپزی داره و من اومدم بگیرم. داستانش چیه؟ من امروز خیلی اتفاقی، واقعا اتفاقی توی اینستاگرام داشتم نگاه میکردم، بعد یه ویدیو از یکی از کسایی دیدم که یه چند سال همدیگه رو فالو داریم، البته از نزدیک تا حالا ندیدمش، ولی خیلی خانم با سلیقه و معلومه که چیزای خیلی خوشمزه درست میکنه. و اینکه نگاه کردم دیدم که یه کوکی رژیمی اومده آموزش داده و چون خیلی راحت بود، منم آدمیم که تو آشپزی کلا میرم سمت چیزای خیلی راحت و اصلا حوصله پیچیدگی و این داستانا رو ندارم. البته بعضی وقتا دارم ولی اغلب ندارم. بعد دیگه خوشم اومد و گفتم که ببخشید من یه دقیقه اینو بذارم اینجا راحت شم. گل سر بچگی‌ها بود انقدر بود گذاشتم میکروفون اینجا. آره خوشم اومد، گفتم بیام درستش کنم. بعد گفتم که خب بذار فیلمشم بگیرم و بذارم تو یوتیوب بچه‌ها ببینن. خب بریم سراغ اصل قضیه. اوا تخم مرغ یادم رفت. یه دونه تخم مرغ، چیزایی که بچه‌ها توی همین کوکی رژیمی هست، یه دونه تخم مرغ، 100 گرم آرد گندم. من نمیدونم این واقعا 100 گرم هست یا نه، تراز مرزی نداشتم ولی حدسی ریختم دیگه، حالا نمیدونم. ولی خب باید فکر میکنم یعنی آرد باید اونقدر بریزیم که تا اون بافت خمیری چی میگن دست بده، به دست بیاد. فارسیم هم که ضعیف. بعد یه قاشق چایخوری بیکینگ پودر با یه قاشق چایخوری وانیل که اینا رو اینطوری ریختم، با کره بادام زمینی یه قاشق غذاخوری و شیره انگور، اینم 2 قاشق غذاخوری نوشته بود. من گردوام اضافه کردم خودم چون خیلی دوست دارم که توی گردو رو اینطوری خورد کردم که خیلی حالا درشت نباشه. خودشون گفته بودن یه ذره نمک. حالا من در حد یه قاشق خیلی کوچولو این نمکرم آماده کردم. خب بچه‌ها کاری که باید بکنیم اولین کار و مهمترین کار تخم مرغ بود که یادم رفت. یه ذره وایس من تخم مرغ بیارم. باورتون میشه آخرین تخم مرغی بود که توی یخچال بود. یعنی اگه این خراب بشه کلا فیلمم رفته و من دیگه باید یه روز دیگه بگیرم. خب یه دونه تخم مرغو انداخته بود با بیکینگ پودر و وانیل، اول هم زده بود با همزن. این همین دوتا. من دیگه جفتش رو ریختم توی ظرف دیگه، خیلی حوصله نداشتم ظرف کنم. خب بعد با همزن اینا رو چیکار کرده بود؟ احسنت، هم زده بود. مرسی که جواب میگید یا ابوالفضل. بچه‌ها این چون سیمش کوتاهه من اینجوری اما یه ذره سخته. حالا یه ذره این ور اون ور ریخت بدونید تقصیر این سیم است. اینم از این بذاریم اینجا. بافتی که شما ملاحظه میکنید یه بافت جالب. خب بعدیش چی بود؟ یه قاشق کره بادام زمینی و شیره انگور. اینم از کره بادام زمینی. میکروفونه داره سنگینی میکنه آویزون شده. آخه میدونین چرا اینجا وصل نکردم؟ یه ذره اذیتم میکنه اینجا که وصل میکنم، چون یقمم خیلی بسته است، هی گیر میکنه اینجا. بعد دیگه گفتم بذارم به سرم، شاید اینجوری راحت تر شم، ولی الان داره موامو میکنه. خب اینم از این 2 قاشق این شیره انگور و کره بادام زمینی و این شکلی هم میکنیم، هم میزنیم، حل میکنیم. خب حالا میریم سراغ آردمون. آردی که گفته بود 100 گرم آرد گندم یا آرد جوان بکنم میشه. خب بعد اینو وقتی آردو میریزی باید یه بافت خمیری مثلا به دست بیاد که اونو بتونی چیز کنی، مثلا بتونی اینطوری گلوله کنی که بذاری توی حالا فر یا هواپز. البته تو دستور توی فر نوشته بود، حالا من میخوام با هواپز درست کنم ببینم چه جوری میشه. بعد اینکه حالا اگه چه فر چه هواپز قبلش هم یه 10 دقیقه یه رو بذاریم خودش خالی روشن بمونه تا دمای داخلش هم گرم بشه. بعد حالا محصول مورد نظر رو بذاریم. فکر کنم تقریبا اوکیه، فقط یه ذره باید بذاریم توی یخچال بمونه بافتش ترک بخوره به قول معروف. یه ذره من البته چون هولم توی این چیزا و حوصله ندارم خیلی بذارم توی یخچال. اینا گفتم که بهتون دنبال چیزای راحتم تو آشپزی، تو ورزش نه، تو آشپزی. برای همین من یه
حالا 7 دقیقه میذارم، زیر 10 دقیقه، حوصله 10 دقیقه ندارم. 7 دقیقه میذارم بمونه ببینیم که چه جوری میشه بافتش. بچه‌ها فهمیدین چی شد؟ گردو رو یادم رفت بزنم. حالا فکر نکنم خیلی هم فرقی داشته باشه. قبل اینکه این بافتش سفت بشه فکر می‌کنم این می‌زدم راحت‌تر بود، ولی حالا الان گردو رو می‌ریزم. بعد نمک هم یادم رفت اونم بریزم. بعد اینو دوباره ورز میدیم. بعد دیگه چیز دیگه بعدش دیگه اینطوری آماده می‌کنیم و گلوله می‌کنیم. واقعا منو در حالت آشپزی تا حالا فکر کنم ندیده بودین. خیلی آخه اهل آشپزی و این داستانا نیستم. البته یه ذره تو این قضیه چیزام هستم، مودی هم هستم. مثلا یه روزایی یهو خیلی حواس میکنم، مثلا وای پاشم یه غذایی درست کنم، پاشم یه کیکی درست کنم فلان. بستگی به چیز داره، مشغله فکریم داره. اگه مشغله فکریم کم باشه میتونم این کارو بکنم، یعنی یهو علاقه من میشم، مثلا میگم وای فلان و همه جا مرتب باشه. من تمیزیه و نظمم خیلی رو مخم، یعنی مثلا یهو دور و برم اطرافم به هم ریخته باشه اصلا هیچ کاری نمیتونم بکنم قبل از اینکه اونجا رو تمیز کنم و اینا. بعد آره اگه که اینطوری باشه، ولی معمولا خیلی اهل این داستانا و اینا نیستم، آشپزی و اینا. احساس میکنم وقتم تلف میشه با آشپزی، نمیدونم چرا. ولی خب دیگه وقتی تو رژیم و اینا میریم دیگه مجبورم که این کارو بکنم. اون خب بحثش فرق میکنه. خب این آماده شد. اوکی. یه دونه از این چیزا میخوایم، برگه ها، ورقا که اسمشو یادم رفت چی بود. یه دونه از اینا که اینا رو اونطوری میکنیم و میذاریم داخل این. هواپزم باید روشن کنم یه 10 دقیقه، بعد دوباره ادامهشو میریم. خب این آماده شد، این شکلی گوگولی اینو میذاریم داخل هواپز. گرمم شده آخر. یا علی چقدر داغه. خب بعد میذاریم یک 10 دقیقه تا یه رو. بالا من 10 دقیقه میذارم. دماشم 175 و بعدش دیگه همین ببینیم که چی میشه. خب این اون کوکی هایی که تو هواپز درست شده، بافتش هم خیلی باحاله. الان بقیه‌اش هم گذاشتم چون بیشتر از این تعداد بود. اینم تقریبا بافت باحالش با گردوه. امیدوارم که درست کنید و امتحانش کنید. مزهش واقعا خوب بود، یعنی توی چیزایی که حالا رژیمی هستش واقعا یه مزه خوشمزه‌ای داره و میتونید توی رژیمتون و اینا ازش استفاده کنید برای میان وعده‌تون. و همین تا ببینیم که داستان بعدی که میخوام درست کنم یا انجام بدم چیه. فعلا خدافظ.